در نویای خوالینگ بخشیده به استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد 121 انشاءات تعییناتشان گوناگون به نقشه گرفته شده تا امروز 140 انشاءات آن ساخته مورد استفاده قرار داده شده است. در دایره وسعت این کارهای آبادانی 25 اکتبر ضمن سفر کاری رئیس ولایت خاطان دولتعلی سعید به نویای خوالینگ در جماعت دهات شگنو باز یک چند انشاءات نو به استفاده شد با مقصد تامین حرکت منظم و به خطر واسطه‌های نقلیات در این دهات دوردست نویا نخست یک پل مورد بهره برداری قرار داده شد. انشاءات مذکور از طرف رهبر جمعیت دارای مسئولیتش محدود وحدت سامان صاحبکار آدینه کریموف بنیاد گردیده است. پل ساخته شده در دهه آب شور و سرگذر جایگیر میباشد که دو دهه را با هم پیوست میکند از بالای دریای آب یاخسو عبور میکند. درازی پل 40 متر میباشد، پهنایش 4.5 متر. ساختمان پل ماه سپتامبر سال روان آغاز گردیده آن در ظرف 1.5 ماه با جلب متخصصان ساختمانچان محلی به مبلغ 2.5 میلیون سومانی با صفت بلند ساخته به استفاده شد. تا بنیاد این پل ساکنان واسطه‌های نقلیات و مرکز جماعت دهات شگنو و دیگر دههای اطراف طریق عبور نمودن مجرای آب دریای یاخسو سفر می‌نمودند که در روزهای بلند شدن سطح آب رفت آمد خیلی مشکل بود. اطلاع داده شد که در اساس دستور و سفارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای حل مشکلات این ساکنان در راه خوالینگ جماعت دهات شگنو از جانب صاحبکاران محلی در چند سال اخیر یک چند پل پوره از نوسازی کرده شده است. در مسیر جماعت دهات شگنو و مرکز ناحیه خوالینگ 13 پل موجود میباشد که بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ششم پل میباشد که از طرف صاحبکاران محلی ساخته به استفاده داده میشود. رئیس ولایت خاطان دولتعلی سعید در ملاقات با ساکنان دهات این اقدام صاحبکاران را در سمت تجدید و از نوسازی پل‌ها نمونه عالی وطن‌دوستی ارزیابی کردند. گفته شد که در این دهات دوردست تحکیم چنین انفراستراکچور بر رشد اقتصادی و اجتماعی و باز هم بهتر شدن سطح و صفت زندگی ساکنان مساعدت می‌کند. زیرا بعد از نوسازی این پل‌ها و اسفالت‌پوش کردن قسمت دشوارگذر راه اهالی دهات من بعد در فصل زمستان نیز می‌توانند به مشکلی به مرکز نویه و دیگر شهر و نویه‌ها سفر نمایند. با اشتراک رئیس ولایت و مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی همچنین در دهه 30 که جماعت دهات شگنو نیز یک پل اهمیت مالی داشته با درازی 12 و پهنایی 8 متر بنیاد گردیده است به استفاده داده شد. در ادامه سفر کاری رئیس ولایت خاطان دولتعلی سعید در دهه تگاوان پس از ملاقات با ساکنان قسمت اسفالت‌پوش گردیده بین دو دهه جماعت دهات شگنو را مورد استفاده قرار دادند. این راه از طرف صاحبکاران محلی با ساختن لوحه‌های آبگذر و آبپرت‌های دو شفت راه تا دهه دشت رباط به مبلغ 7 میلیون 200 هزار سومانی پوره از نوسازی گردیده است. مسافت عمومی راه 5 کیلومتر را تشکیل داده 1.2 کیلومتر آن در حدود دهات به طور زمانوی چراغان کرده شده است. تاکید شد که این راه در دوره آمادگی‌ها با استقبال ارزنده از جشن 35 سالگی استقلال دولتی و اجرای دستور و سفارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان باید به تجدید از نوسازی راه‌های اهمیت محلی داشته اسفالت‌پوش کرده شد و تا روز تجلیل از این جشن مقدس صاحبکاران اقدام گرفتند که در همدستی با مقامات اجرایی حکومت دولتی قسمت خرابگشته راه‌ها را تعمیر و از نوسازی نمایند. رئیس ولایت ساکنان دهات را با وسعت بخشیدن کارهای آبادانی، رشد ساحه کشاورزی، بنیاد باغ‌های نمونوی، توزیع آزاده نگاه داشتن محیط زیست و با زحمت ثباتکارانه و دستاوردهای ارزشمند استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی هدایت نمودند. در جماعت دهات شگنو نویای خوالینگ رئیس ولایت خاطان دولتعلی سعید از شرایط تعلیم و تربیت در مؤسسه تحصیلات میانه رقم 7 نیز دیدن نمود. گفته شد که در این مؤسسه عین زمان بیش از 400 خواننده به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده است. مکتب مذکور با دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهه 30 از جانب صاحبکاران چند سال قبل بنیاد گردیده با شرایط لازمه جازانیده شده است. در ادامه از این توجه به کار تعلیم و تربیت با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی و صاحبکاران محلی آموزگاران صاحب تجربه و لایق‌قدرمند به کار در این مؤسسه جلب گردیدند. رئیس ولایت به آموزگاران دستور دادند که به صفت آموزش فن‌های دقیق، زبان‌های خارجی، آماده کردن خوانندگان با آزمون المپیادها و ادامه تحصیل آنها در مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی توجه بیشتر ظاهر کرده شود. در دایره تدبیرهای آبادانی به افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی با مقصد دستگیری و هوساندهی آموزگاران و بخصوص آموزگاران جوانی که از دیگر شهر و نویه‌ها به کار جلب گردیدند در نزد مؤسسه تحصیلات میانه رقم 7 بنای دو آشیانه خوابگاه آموزگاران به استفاده داده شد. بعد ختم دانشگاه و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 نویای خوالینگ جماعت دهات شگنو آمده کار و فعالیت کرده ایستادم. امروز در نزد این مؤسسه تعلیمی برای ما یک خوابگاه زمانه‌ای و استفاده دادند. خوابگاه با همه شرایط‌ها تامین است. در جواب به این غمخوری‌ها ما کوشش می‌کنیم که صفت تعلیم و تربیت را بهتر نماییم.
бинои хобгоҳ аз тарафи соҳибкорон ба маблағи 1 миллион сомонӣ сохта шуда он аз 9 ҳуҷра аз ҷумла 2 ҳуҷраи оилавӣ, 7 ҳуҷра бо 3 рахти хоб ва ошхона иборат буда он бо шароити лозима таъмин гардидааст. раиси вилоят ва масъулини мақомоти иҷрокунандаи давлатӣ аз хобгоҳи мазкур дидан намуда онро тӯҳфаи арзандаи пешвои миллат ба омӯзгорон дар арафаи ҷашни рӯзи қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон арзёбӣ карданд. зикр шуд ки дар назди бинои хобгоҳи омӯзгорон ва муассисаи таълимӣ то рӯзи таҷдид аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ соҳибкорон иқдом гирифтанд ки як майдончаи варзишии замонавӣ низ сохта ба истифода диҳанд.